باد عصرگاهی کوچه های کوفه رو پر کرده بود از خاک و حرف. همه توی بازار زمزمه می کردن شنیدی؟ حسین ابن علی حرکت کرده سمت کوفه. مسلم ابن عقیل نماینده‌اش وارد شهر شده. مختار ابن ابی عبیده ثقفی، مردی که روزگاری در رکاب علی جنگیده بود، کنار دیوار مسجد نشسته بود. عبای بلندش خاکی شده بود ولی نگاهش برق میزد. چشماش نه خسته بود نه بی تفاوت. توی اون نگاه یه چیزی میسوخت. یه آتیش که مدتها بود زیر خاکستر خوابیده بود. کوفه، شهر قولهای شکسته، داشت دوباره بیدار میشد. سالها از شهادت علی گذشته بود. مردم بعد از اون همه ظلم و جور بنی امیه دنبال چیزی بودن، یا بهتره بگم دنبال کسی بودن، کسی که بتونه دوباره براشون امید بیاره. همون شب مختار به خونش برگشت. در و بست، نشست کنار فانوس و با خودش گفت اگه حسین بیاد من دیگه تماشاچی نمیمونم. رفت سراغ شمشیری که سالهاست دیگه نبرده بودش جنگ. خاک گرفته بود ولی هنوز تیز بود، مثل دل مختار. یه روز بعد خبر اومد. مسلم ابن عقیل با بیعت صدها نفر وارد خونه مختار شده. اون لحظه همه چی برمیگرده. انگار تاریخ یه بار دیگه مختار رو گذاشته سر دوراهی، یا فقط تماشا کنه یا راه علی و حسین رو ادامه بده. اما این بار مختار مردد نبود. با خودش عهد کرد اگه حسین قدم در کوفه بذاره من جونم رو کف دستم میگیرم، هر چی باشه، هر چی بشه. ولی کوفه شهر عجیبی بود، شهری که قول میداد بعد خیانت میکرد. اشوه میومد ولی بعد زهر میریخت و مختار خوب میدونست که این راه آسونی نیست. اما اون وقت نمیدونست که خیلی زود خودش هم قربانی همین خیانت میشه. شب بود. کوفه آرام و ساکت ولی دلها پر از هیاهو. مردم در سایه دیوارها پچ پچ میکردن. صدای گامهای عجیب و دلنگرانی در کوچه ها میپیچید و درست در دل این تاریکی چراغ خانه مختار روشن بود. در باز شد. مسلم ابن عقیل، مردی با هیبت، صداقت و چهره‌ای شبیه علی وارد شد. مختار خودش رفت استقبالش. هیچ کس نگفت سلام، اما نگاه ها حرف میزد. مختار به مسلم خیره شد. توی صورتش دنبال چیزی میگشت. نشونه ای از حسین، از علی. مسلم نشست. سکوت چند لحظه سنگین بود. بعد مختار گفت ما سالهاست که دنبال یه پرچم روشنیم. حسین که بیاد همه چیز عوض میشه. کوفه هنوز زنده است. مسلم با صدای آرام و شمرده گفت امام به من گفت برو کوفه. اگه مردم وفادار بودن من هم می آیم. اما مختار، این مردم همونایین که علی رو تنها گذاشتن. مختار لحظه‌ای مکث کرد. بعد با حرارت گفت ولی من اون مردم نیستم. من مختارم و به خون قسم میخورم که این بار راه رو تنها نمیذارم. در اون شب پیمانی بسته شد. نه روی کاغذ، نه با مهر. پیمان دو مرد بود، در سکوت با نگاه. مسلم لبخند زد. انگار دلی گرم شده بود. مختار، اگه قرار بر جنگ باشه تو از پیش قراول هایی. و اون شب خانه مختار ستاد نهضت شد. مردم دست دسته می آمدن بیعت می کردن. دست هایی که سالها خواب بودن حالا بلند شده بودن. برای حسین، برای عدالت. اما پشت دیوارهای همین خونه کسانی بودن که نگاه می کردن. گزارش می دادن
و فقط منتظر لحظه‌ای بودم برای ضربه زدن. و مختار بی خبر از خیانتی که در راه بود، با تمام دل خودش رو وقف دعوت حسین کرده بود. گرمای تیر ماه کوفه روی دیوارهای خاکی نشسته بود. جمعیت اول زیاد بود، بعد کم شد و حالا شبها چراغ خانه مختار هنوز روشن بود، ولی در خونه مسلم یکی یکی بسته می شد. مردم بیعت کرده بودند، ولی دلهاشون هنوز با دنیا بود. بعضی از ترس شمشیر عبیدالله ابن زیاد، بعضی با پول خریده شدن و بعضی ها فقط تماشاچی بودند. در همین روزا عبیدالله ابن زیاد با لباس مبدل وارد کوفه شد. نه چون قوی تر بود، بلکه چون کوفی ها مثل همیشه اهل ایستادن نبودند. یکی از شبها مختار صدای قدم های عجیب رو شنید. سربازها توی کوچه ها ریخته بودند. دنبال مسلم می گشتند. در زدند. در خانه مختار. مختار ابن ابی عبیده، به فرمان امیر باید با ما بیای. مختار شمشیر زیر عباش پنهان بود، اما نگاهش آروم. چیزی نگفت، حتی نترسید. فقط پرسید مسلم کجاست؟ سرباز پوزخندی زد. فرار کرده. تنهاش گذاشتن. حتی اونایی که بهش نون دادن. مختار رو به زنجیر کشیدن و بردن به دارالاماره. همونجا عبیدالله بهش گفت تو هم با اونایی؟ با این فتنه‌گرها؟ مختار فقط یک جمله گفت: من با حسینم، حتی اگه دنیا علیهش باشه. ولی قدرت با ظلم بود فعلا. در زندان بسته شد. تاریک، تنگ و مرموز. در در تاریکی مختار منتظر موند، با دلی پر از آتیش. نه از ترس، بلکه از چیزی بدتر، از حسرت. چند روز بعد خبر اومد. مسلم ابن عقیل شهید شد. از بالای دارالاماره انداختنش پایین و در سلول تاریک مختار دستش رو مشت کرد. سرش رو به دیوار زد و گفت: حسین بیا. اگه بیای دیگه نمیذارم تنهات بذارن. من نمیذارم. من قسم میخورم. اما اون لحظه نمیدونست حسین در راهه و تقدیر هنوز چه زخمهایی در آستین داره. زندان کوفه مثل قبر بود، اما با در بسته. نه نوری، نه صدایی، نه خبری از دنیا. تنها چیزی که می رسید صدای ساییدن زنجیرها و گاهی فریاد درد مردی که زیر شکنجه شکسته می شد. مختار روزها تو تاریکی نشسته بود. گاهی با خودش حرف می زد. گاهی می خندید. گاهی می گریست. و گاهی با دیوار حدیث دل می گفت: حسین بیایی یا نیایی من منتظرم. من هنوز باور دارم. اما روزی رسید که حتی تاریکی هم نتونست صدای حقیقت رو خفه کنه. در زندان با صدای تند باز شد. نگهبانی نفس زنان وارد شد. توی چهرش ترس بود، ولی سعی می‌کرد بی تفاوت باشه. شنیدی؟ مختار بلند شد. نگاهی پرسشگر ولی بی کلام. نگهبان ادامه داد. انگار منتظر بود مختار فرو بریزه. کربلا تموم شد. حسین کشته شد. صدای واژه‌ها مثل چاقو توی هوا برید. نه. مثل شمشیر از گوش رد شد و مستقیم رفت توی قلب مختار. سکوتی تلخ حاکم شد. چند لحظه هیچ کس چیزی نگفت. مختار ایستاد، محکم، بدون اینکه تکون بخوره. انگار نمیخواست قبول کنه. انگار دلش هنوز صدا میکرد:
حسین نمیمیره. حسین باید بمونه. اما وقتی نگهبان اضافه کرد سرش رو فرستادن شام، بچه هاش اسیر شدن، خیمه هاش رو آتیش زدن. اونجا دیگه دل مختار شکست. زانوهاش خم شد، نه از ضعف که از شدت درد. سرش رو گذاشت روی خاک نمور زندان و زیر لب گفت یا رب، یا رب، چطور زندم؟ چرا کنار حسین نبودم؟ چشمهاش پر از اشک شد، ولی این اشک عین خونه. همونجا بود که با دندون زنجیر دستش رو گاز گرفت تا درد فیزیکی کمی آرومش کنه و همون شب توی تاریکی زندان مختار نذر کرد با صدایی که فقط خودش و خدا شنیدن. من به خون حسین، به آه زینب، به غربت سجاد سوگند میخورم. من میمیرم یا انتقام میگیرم. و اینجوری قلبی که شکست تبدیل به گرز خشم شد. آهی که از سینه مختار بیرون اومد سال بعد تبدیل به قیامی شد که دنیا هنوز فراموشش نکرده. ماها از فاجعه کربلا گذشته بود. هنوز بوی خاک سوخته خیمه ها در دل کوفه موج میزد. هرچند مردم سعی میکردن فراموش کنن، ولی بعضی چیزها فراموش نمیشن، مخصوصاً خون حسین. در زندان باز شد. صدای کلید، صدای زنجیر، صدای نفسی که از اعماق سلول بیرون اومد. یکی گفت مختار، آزاد شدی. آزادی برای مختار این فقط باز شدن در نبود. در واقع در جدیدی باز شده بود به جاده‌ای بی پایان از انتقام. محمد ابن حنیفه پسر علی کسی بود که واسطه آزادی مختار شد، نه با شمشیر بلکه با سیاست. او میدونست که مختار دیگه فقط یه مرد کوفی نیست. مختار الان تبدیل شده به ندای خاموش خون حسین تو دل کوچه های خائن کوفه. دیدار مختار با محمد ابن حنیفه ساکت بود. اولش فقط نگاه، بعد صدای آرام محمد. کوفه خوابیده مختار، اما خوابش سنگینه. بیدار کردن تاریخ خواهد بود. مختار گفت من دیگه دنبال حرف نیستم، دنبال پرچمم. شما به من اجازه بدید من آتیش زیر خاکستر رو شعله‌ور میکنم. محمد لحظه ای سکوت کرد. بعد با لحنی محکم و شمرده گفت تو آزادی، ولی بدون هر گامی که برمیداری یا به نام ما تموم میشه یا به ننگ ما. مراقب باش که اسم علی و حسین رو سنگین حمل کنی. مختار سر خم کرد، نه از ترس یا احترام، بلکه مثل کسی که بار آسمون روی دوشش حس میکنه. اون شب توی خونه خاموش چراغی روشن شد. نقشه ها ریخته شد، اسامی نوشته شد. خیابون‌های کوفه زیر نظر رفت. جاسوس‌ها، فرمانده‌ها، یاران قدیمی یکی یکی بررسی شدند و مختار اولین شمشیرش رو تیز کرد، نه برای جنگ بلکه برای خونخواهی. صبحی خاکستری بر کوفه دمید، اما این بار صدای مؤذن تنها نبود. صدای گام‌هایی از جنس آتش در کوچه ها پیچیده بود. در میدان مرکزی کوفه پرچمی برافراشته شد، سیاه بلند و لرزان در باد. بر آن نوشته شده بود یا لسارات الحسین، ای خون خواهان حسین برخیزید. مردم اول مردد بودند، ولی وقتی مختار با زره براق و شمشیر در دست در میدان ظاهر شد، همه فهمیدن
دوران ترس تمام شده. خطبه ای خواند، نه طولانی نه پیچیده، بلند، ساده و از ته دل. من مختارم، بنده خون حسین. هر که با حسین بود با من است و هر که با قاتلانش هم پیمان بود روی آرامش نخواهد دید. صدای تکبیر از میان جمع برخاست. مردمی که روزی سکوت کرده بودند حالا مشت گره کرده بودند. قیام آغاز شد. خانه ها شناسایی شدند. نام قاتلان کربلا روی دیوارها نوشته شد و یکی یکی قصاص. عبیدالله ابن زیاد، عامل اصلی فاجعه، در جنگی خونین کشته شد. شمر، آن که سر حسین را برید، به دست سپاه مختار افتاد. عمر ابن سعد، فرمانده کربلا، در خانه اش پنهان شد، ولی عدالت حتی در سایه هم پیداش کرد. مردم کوفه تازه فهمیدن که مختار فقط یک مبارز نیست. او نماد غیرت دینیه، زخمی که قرار نیست با گذر زمان خوب بشه. اما مختار دشمن زیاد داشت. عبدالله ابن زبیر که خودش ادعای خلافت داشت نمیتونست حضور مختار رو تحمل کنه. مصعب برادرش سپاه بزرگی فرستاد. در آخرین روز جنگ یاران مختار پراکنده شدند، ولی خودش ایستاد با 19 نفر. رو به سپاه 1000 نفری مصعب شمشیر کشید. تا آخرین لحظه جنگید. وقتی زخمی روی زمین افتاد، دشمن جلو اومد. مختار خونی و خسته فقط یک جمله گفت: من مردم را برای حکومت نکشاندم. من شمشیر کشیدم تا خون حسین روی زمین خشک نشه. و همانجا مختار شهید شد. اما مرگش پایان نبود. و این گونه مردی که با اشک در زندان عهد بست، با شمشیر عهدش را وفا کرد. نامش ماند، پرچمش در قلب شیعه بلند ماند و فریادش هنوز هم شنیده می شود: یا لسارات الحسین.